همیشه گفتم کاش بچه من بر اثر یک بیماری از دنیا. این باور کردنی نیست که یه قاتل بتونه یه خانواده متشکل از پدر، نامادری و فرزند کوچیک 8 ساله‌شون رو به قتل برسونه. طور دلش میاد به یه بچه دختر بچه 8 ساله. آخه علت این قتل‌ها چی میتونه باشه؟ بمونید تا با هم پرونده‌ای که تو ورامین اتفاق افتاده بررسی کنیم و ببینیم حکمی که دادگاه ایران بهش میده عادلانه است و همینطور اگر این قاتل بیرحم توی کشورهای دیگه بود چطور مجازاتش میکردن. خانواده این پرونده رو سمیه و دانیال تشکیل میدن. اونا سال 87 با هم ازدواج میکنن و صاحب یه دختر بچه به نام بیتا میشن. اولش خب مثل همه خانواده ها یه اختلافات ریز و جزئی با همدیگه زن و شوهر داشتن، ولی خب به اینجا اکتفا نمیکنن. روز به روز این اختلافات شدید و شدیدتر میشه، به جایی که اصلا با خودشون میگن که کاش که از اول ازدواج نمیکردیم. ولی خب اونا الان بچه داشتن. یه دختر دستگل به نام بیتا همراهشون بود. به خاطر بیتا هم که شده همدیگر رو تحمل میکردن. اصلا به فکرشون طلاق خطور نمیکرد. میگفتن خب ما بچه داریم، بالاخره یا نباید میآوردیم یا الان که آوردیم دیگه سخته که بخوایم طلاق بگیریم، این بچه آلاخون بالاخون میشه. ولی خب انقدر اختلافات زیاد میشه تصمیم میگیرن از همدیگه جدا بشن، طلاق بگیرن. اون موقع سال 92 بوده و بیتا کوچولو همش 4 سالش بود. دانیال و سمیه اینجا دیگه تصمیم میگیرن از هم جدا بشن. هیچ راهی براشون نمونده بوده، زندگیشون غیر قابل تحمل بوده به عبارتی. اونجا هم قبل از طلاق با هم دیگه قول و قرار میذارن که اگر ما قراره جدا بشیم یه جوری جدا بشیم بیتا آسیب نبینه. یه جور نباشه که تو نذاری من بچه‌مو ببینم، من نذارم تو بچه تو ببینی. به این شکل نباشه که بخواد بیتا بین ما هی پاسکاری بشه، ما با هم رابطه خوبی داشته باشیم، بیتا که خب پدر مادرش از هم جدا شدن حداقل کمتر آسیب ببینه. حضانت بچه طبق قانون که خب قطعا همتون میدونید تا 7 سالگی با مادر بچه است. اینجا سمیه میاد به دانیال میگه من حضانت رو به تو واگذار میکنم، حضانت بیتا رو، ولی یه قولی بده هر موقع خواستم بیتا رو بیاری من ببینم. یه جور نباشه که من دنبال تو بدوم که بخوام 1 دقیقه بچه‌مو ببینم. دانیال هم قبول میکنه، میگه خب مشکلی نیست، اینجا هم بچه‌م تحت حضانت خودم، خیالم راحته، هم که هر موقعی بخوام میذارم مادرشو ببینه، اصلا ما با هم دیگه مشکلی نداریم. مشکل ما دوتا بوده، تو زندگی مشترک بوده، قرار نیست بیتا به پای ما بسوزه. بعد از اینکه از هم جدا میشن معمولا دانیال بیتا رو آخر هفته ها میبره پیش مادرش میذاره. مثلا چهارشنبه میره میذاره، شنبه میره تحویلش میگیره. اگه یه کاری براش پیش میومد نیاز داشت بره مسافرت، چند روزی نبود، میبردش میذاشت پیش مامانش. هیچ مشکلی هم نداشتن که بیان روزای هفته رو تقسیم کنن بگن طبق قانون یه روز در هفته یا مثلا تو 3 روز من 3 روز. نه، اینطوری نبوده. خیلی با هم دیگه تعامل داشتن. هر موقعی هر کدومشون کاری چیزی داشت بیتا رو میذاشت پیش اون یک. از این نظر خدا رو شکر هیچ مشکلی نداشتن و بیتا خیلی راحت با این قضیه کنار می اومد که حالا چند روز بره پیش مامانش، چند روز بره پیش باباش و خدا رو شکر خوشحال بود. مدتی بعد از طلاق دانیال با یه زنی به نام سحر ازدواج میکنه. از اون طرف هم سمیه با یه مردی به نام ابراهیم زندگی مشترکی رو شروع میکنن، یه زندگی جدید. بازم دانیال و سمیه با هم دیگه مشکلی نداشتن، بچه رو میدادن میگرفتن. الان هم دیگه خاطرشون جمع بوده. از این ور یه مرد بالا سر بچه است، از این ورم یه زنی هست تو اون خونه که بالاخره بیتا گوشت تشنه نمونه. مادر بیتا میگه این اواخر من احساس کرده بودم موقعی که من ازدواج کردم دانیال دیگه یه مقدار سخت‌تر بیتا رو میذاره پیش من. احساس میکنه یه ناپدری چیزی، با اینکه ابراهیم خیلی آدم خوبی بوده ولی فکر میکرده که یه ناپدری بالا سر بچه است، باید کمتر بذاره بیتا بیاد، ولی بروز نمیداد. یه خورده سختگیری میکرد ولی بازم بیتا رو طبق روال میآورد پیش من. سمیه مادر بیتا میگه سال 97 بوده که من احساس کردم دانیال درگیر اعتیاد شده، معتاد شده، شیشه میکشه. خیلی سعی کردم حضانت بچه رو بگیرم، رفتم دادگاه، شهر دادم که آقا پدرش دانیال درگیر اعتیاده، اعتیاد به بد چیزی هم داره، شیشه مواد بدیه، حضانت دخترم بهم برگردونی. دادگاه هم بهم اعلام کرد که خب تو اومدی حضانت دخترتو قبلا دادی به پدرش، الان باید ثابت کنی که پدرش صلاحیت نگهداری بیتا رو نداره. پرسجو کردیم دیدیم ثابت کردن این خودش 1-2 سال زمان میبره. از اون ورم که خب دانیال قطعا نمیومد آزمایش اعتیاد بده که ما متوجه بشیم اعتیاد داره. برای همین کلا بیخیالش شدم.
گفتم حالا که داریم تعاملمون هم خوبه با هم، بیتا رو میذاره بیاد پیش من، بذار حداقل شکایت براش نره که دیگه همین چند روزی که بیتا رو میذاره، همین ارتباط خوبی که برای بیتا با هم داریم، همینم از هم پاشیده بشه. سمیه مادر بیتا میگه 28 فروردین سال 98 مثل همیشه دانیال چهارشنبه بوده بیتا رو می آورده پیش من که تا جمعه شب پیش من باشه و بعدش حالا باز دوباره بره پیش دانیال. بیتا رو آورد به من تحویل داد، کلی با هم خوش گذروندیم. به قد و بالای بیتا که نگاه میکردم لذت میبردم از زندگی، فقط افسوس میخوردم که خب چرا برای همیشه پیش من نیست. از اون طرفم نگران بودم که خب باباش اعتیاد داره ولی خب باهاش خوش رفتاری میکرد، هم اون هم نامادریش سحر باش رفتار خوبی داشت. قرار بود جمعه 31 فروردین من بیتا رو تحویل پدرش بدم که بره خب کاراشو کنه و شنبه بره مدرسه. این از 28 فروردین تا 31 فروردین این 3 روز مثل برق گذشت. میدونید دیگه تایمایی که ما پیش عزیزانمونیم، تایمایی که به ما خوش میگذره متاسفانه خیلی زود میگذره. برعکسش تایمایی که دوست داریم زودتر تموم بشه هر 1 دقیقهش ساعتها طول میکشه. دانیال اینجا تماس گرفت که خب بیتا رو نامادریش میاد ازتون تحویل میگیره. بهش گفتم خب اگه کاری یه وقت چیزی داری که الانم نیومدی بیتا رو تحویل بگیری، من خودم میبرمش مدرسه، از اون باز میارم خونه، مشکل نداره، بعدم بیا بیتا رو بگیر. نه، قراره با بیتا جایی هم بریم تحویل سحر بدین نامادریش که بیارش پیش من و ابراهیم بیتا رو آماده کردیم، با سحر تماس گرفتیم و توی میدون کلاته قرار گذاشتیم که بیتا رو بهش تحویل بدیم. سحر تنها اومده بود، من با ابراهیم همسرم رفتیم بیتا رو بهش دادیم. قبل خدافظی بیتا رو بغل کردم، بهش گفتم مامان جان فردا برو مدرسه، باز آخر هفته میارمت پیش خود. بیتا رو تحویل نامادریش سحر دادم و اینا دیگه با هم رفت. و خب این خداحافظی تلخ این پرونده است. بدون معطلی با لایکتون میریم ادامه پرونده رو با هم ببینیم. یک شنبه 1 اردیبهشت همون سال یکی از بستگان دانیال فوت میکنه. اینجا بیتا و نامادری سحر و دانیال با هم میرن مراسم ختم. از مراسم ختم که برمیگردن دانیال زنگ میزنه به مهدی، رفیق صمیمیش. مهدی و دانیال رفیق جین بودن با هم دیگه، چند سال هم دیگه رو میشناختن، قدیما با هم دیگه همکار بودن، روی ماشین سنگین کار میکردن. دانیال که زنگ میزنه به مهدی بهش میگه من حال و حوصله زیاد ندارم، من مراسم ختم بودم، اعصابم زیاد سر جاش نیست، بیا یه نشستی با هم دیگه داشته باشیم، شیشه‌ای با هم بکشیم. هم دانیال هم مهدی متاسفانه درگیر شیشه بود که خب خدا این اعتیادو به سر هیچ کدوم از بنده هاش نیاره. مهدی به دانیال میگه آقا اوکیه، مشکلی نداره، اتفاقا بیاین باغ من، باغ ما خالیه، یه باغ گوجه سبز داشته، بهش میگه آقا باغ ما خالیه، بیاین باغ من، هم خانواده‌ات یه حال هوایی عوض کنن، هم من و تو هم با هم دیگه یه نشستی داشته باشیم. خلاصه که دانیال و سحر و بیتا با هم دیگه میرن باغ گوجه سبز مهدی تا مهدی و دانیال با هم نشست داشته باشن، اونا بالاخره یه تفریحی کرده باشن. دانیال و زن و بچه‌اش میرن باغ مهدی. مهدی و دانیال دیگه شروع میکنن به شیشه کشیدن و صحبت از این ور و از اون ور و خنده و خوشگذرونی و خوشوبش. مهدی که میبینه دانیال با زن و بچه‌ش اومده، از طرفی هم یخچال باغ با جا کفشی تفاوتی نداره، میگه بس برن بیرون یه خرت و پرتی بخرن، بالاخره رفیق صمیم با زن و بچه‌ش اومده، یه حالی بهشون بدیم، یه چیزی برای خوردن باشه. اونجا فقط درخت بود و زمین و خونه باغ. مهدی میره یه مقدار خرت و پرت میخره و برمیگرده. تو این حین که برمیگردیم میبینه دانیال یه جوری داره نگاش میکنه، یه نگاه سنگینی داره بهش، تا به خودش میاد که اصلا به دانیال بگه چی شده، چرا یه جوری داری نگاه میکنی. دانیال میزنه به فحاشی و سر صدا، از بیخ کمرش هم یه چاقو در میاره که چی حمله کنه به مهدی. مهدی هاج و واج میبینه آقا چی شده، ما که همه چیمون اوکی بود، نشستیم شیشه کشیدیم، خیلی حالمون خوبه، چرا داری این حالو خراب میکنی؟ دانیال احساس میکرده که این مهدی به زنش چشم داشته، حالا تو اون حالت توهم شیشه بوده، تو حالت مصرف مواد بوده که این فکر به ذهنش خطور میکرده، یا اصلا شاید مهدی تو حال و هوای خودش نبوده، یه وقت یه چیزی گفته، یه نگاهی کرده. زنش هم تو این فرصتی که مهدی رفته بوده خرت و پرت بخره برای باغ که بخورن، انگار یه نکته‌ای به دانیال گفته بوده. دانیال و مهدی اینجا با هم درگیر میشن، حتی با چاقو یه چند تا خراش هم روی گلوی مهدی میندازه، ولی خب مهدی زورش بیشتر بوده، چاقو رو از دست دانیال میگیره، بعدم با یه آجر چندین بار میزنه به سر مهدی و با چاقوی خودش کار مهدی رو تموم. مهدی میگه سحر زن دانیال وقتی که دید ما با هم درگیر شدیم و من دارم با چاقو فرو میکنم تو بدن دانیال، زد به سر صدا. من نمیدونستم باید چیکار کنم.
من اصلا تو شوک بودم. چی شد یه دفعه؟ چرا مهدی به من حمله کرد؟ چرا من کشتمش؟ چرا با آجر زدم تو سرش؟ هاج و واج مونده بودم که چرا این اتفاقات داره میفته. از طرفی هم نعشه 1000 بودم. زن دانیالم سحر فقط جیغ و داد میکرد. اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. بهش نزدیک شدم، دستمو گذاشتم رو دهنش، ولی این رازی که من دانیالو کشتم باید مخفی میموند. مجبور شدم زنشو بکشم و با چاقو گلوشو بریدم. رسیدم به بیتا کوچولو. بیتا یه آجر کوچیک دستش گرفته بود که مثلا به سمت من پرت کنه، مثلا جلوگیری کنه از اینکه من برم سمتش. جیغ میکشید و گریه میکرد. من واقعا نمیخواستم بیتا رو بکشم. بهش نزدیک شدم، دستمو گذاشتم جلوی دهنش که فقط سر صدا نکنه، ولی افاقه نکرد. مجبور شدم که چاقو رو بکشم زیر گلوش و سرشو ببرم. واقعا تاثیر مواد مخدر صنعتی غیر از اینم نیست. طرف خیالاتش و توهمش فکر میکنه داره سر یه خروس رو میبره. خودش که میاد پایین، از مواد که میاد پایین، میبینه سر یه انسانی بریده. اصلا پرونده های سر بریدن اخیر توی این مملکت 99%شون قاتل درگیر مواد مخدر صنعتی بود. انشالله که خدا برای هیچ بنده ایش نکنه. مهدی ادامه میده. 3 تا جنازه رو دستم مونده بود. هر 3 تا جنازه رو تو باغ دفن کردم. ماشین مهدی هم تو باغ من بود. برای این کسی بهم شک نکنه به برادرم زنگ زدم که بیا یه ماشین سرقت کردم، یه ماشین دزدیدم، بیا با هم دیگه لوازمشو باز کنیم. با کمک برادرم این سری لوازمشو باز کردیم. من اصلا جوجه لوازمو نمیزدم، بیشتر میخواستم که با برادرم همکاری کنه که من این ماشین از اینجا بیرون بندازیم. تنهایی نمیتونستم. لوازمو که باز کردیم با برادرم ماشین رو انداختیم یکم دورتر از باغ که حداقل دیگه این داستان گردن من نیفته. مادر دانیال یعنی مادر بزرگ بیتا هر چقدر زنگ میزنه به سحر و دانیال میبینه گوششون رو جواب نمیدن. از اینکه مادر بزرگ بیتا به ما اطلاع داد که خبری ازشون نیست، دنیا رو سر سمیه خراب میشه. یعنی چی؟ چه اتفاقی میتونه افتاده باشه؟ اصلا سابقه نداشته. دانیال و سحر گوشیاشون رو جواب نمیدن. سمیه مادر اصلی بیتا و همسرش ابراهیم وقتی این خبر رو میشنون میبینن نه دانیال نه سحر گوشیشون رو جواب نمیدن، خونه ها رو میگشتیم که شاید یه ردی از ماشین پدر بیتا پیدا کنیم. همینجاست که مادر بیتا ماشین دانیال رو میشناسه. توی گشت و گذار و جستجوهایی که میکردن میبینه لباسهای بیتا روی تپه افتاد. دیدم همون لباسایی که همراهش کردم همه پخش روی تپه. اینجا دیگه مطمئن میشه که یه بلایی سر بیتا اومده. پلیس با گزارش خانواده بیتا وارد پرونده میشه. اولین کاری که میکنه قطعا تماسای اخیر دانیال رو چک میکنه. میبینه خب آخرین تماس متعلق به مهدی بوده. میرن سراغ مهدی با اون عقبه‌ای که مهدی داشت و درگیر اعتیاد بود و تا گاهن مواد دم میفروخته، مهدی رو دستگیر میکنه. مهدی هم به قتل هر 3 نفر اعتراف. تو جلسه دادگاه قاضی ازش میپرسه چی کشیدی بودی اون شب؟ هروئین کشیدی بودی یا شیشه؟ مهدی جواب میده نه شیشه بود. ما هروئین نداشتیم، هروئین نکشیدم، قطعا میدونم شیشه بود. در ادامه مهدی خیلی سعی میکرده که بابا شیشه کشیدم، تو حالت طبیعی نبودم، حالم دست خودم نبود، یا میگفت که مهدی اول به من حمله کرد، من دفاع مشروع کردم. چیزی که الان هر کرکیو میزنه تو دهن همه افتاده دیگه، دفاع مشروع کرد. منتها قاضی بهش میگه تو چطور حالت دست خودت نبوده؟ تو کاملا فرق هروئین و شیشه رو میدونی، اونقدری که باید پس میدونستی، به خودت مسلط بودی، کاملا از خود بی خود نبودی. پرونده های قتل میرن به شعبات دادگاه های کیفری 1 استان ها. پرونده مهدی هم رفت شعبه 4 دادگاه کیفری 1 استان تهران. قاضی حکم صادر کرد 3 بار قصاص برای مهدی. پرونده میره دیوان عالی کشور، اونجا هم تایید میشه. اینجا شمارش معکوس برای تموم شدن زندگی مهدی آغاز میشه. حالا بریم سراغ تحلیل حقوقی پرونده مهدی که آیا این حکمی که قاضی داده 3 بار قصاص عادلانه بوده براش، یا اگر مهدی توی کشور دیگه همچین قتلی و رقم میزد مجازاتش چی بود. پرونده مشخصه، یه مرد بالغ 3 نفر رو به قتل میرسونه، 1 مرد، 1 زن و 1 کودک. با برداشت از ماده 290 قانون مجازات اسلامی، درست مثل پرونده قبلی که پسرها پدرشون رو دار زده بودن، میتونیم استنباط کنیم که قتل مهدی قتل عمده. حالا یه سوال آقای وکیل، این که مهدی ادعا میکنه من تو حال خودم نبودم، شیشه مصرف کرده بودم، اصلا نمیدونم چی شد، این چی میشه؟ طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی، حالت مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف این مواد مانع از مجازات نیست، مگر اینکه ثابت بشه فرد در لحظه ارتکاب جرم کاملا مسلوب الاختیار بوده.
که اینجا با یه دستی که قاضی به مهدی میزنه همون اولش بهش میگه تو شیشه کشیدی بودی یا هروئین. مهدی هم سینه ستر میکنه که نه من شیشه کشیده بودم، هروئین کجا بود. اینجا یعنی متوجه کاملا چی مصرف کرده. شخصی که ادعا کنه من کاملا متوجه بودم چی مصرف کردم چطور میتونه مصلوب الاراده و مصلوب الاختیار باشه؟ یعنی حالش دست خودش بوده، اونقدری که باید میفهمیده، پس این موضوع کاملا منتفیه. آقای وکیل مهدی ادعا کرده بود من دفاع مشروع کردم، اول دانیال بود که به من حمله کرد. این چی میشه؟ رفقای من طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع یه سری شرایط داره، باید این شرایط محقق بشه تا شما اجازه دفاع کردن از خودتو داشته باشی. حالا شرایطش چیه؟ 1. حمله غیر قانونی باشه. 2. حمله در حال حاضر اتفاق افتاده باشه. 3. دفع خطر ممکن نباشه، یعنی مثلا نتونی فرار کنی. 4. تناسب میان دفاع و حمله باشه، یعنی چی؟ مثلا اگه طرف با سنگ زد تو هم با سنگ باید دفاع کنی، نه که مثلا طرف یه شاخه چوب برداشته مقدار به سمتت حمله میکنه با تفنگ به رگبارش ببندی. تو پرونده مهدی هم بیتا و سحر چه حمله ای انجام دادن که سرشونه بریدی آقا مهدی؟ یا زدن ضربات آجر و چاقوهای متعدد به پیکر دانیال چه ضرورتی داشت؟ کجاش با حمله دانیال متناسب بود؟ پس این موضوع هم قطعا منتفیه. با توجه به ماده 290 قانون مجازات متوجه شدیم که قتلایی که مهدی انجام داده عمده. طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد در صورت درخواست اولیا قصاص. پس رأی به 3 بار قصاص که توسط دادگاه داده شده کاملا منطبق با قوانین ایران. آقای وکیل 3 بار قصاص داده شده، مهدی رو که قصاصش کنن 1 بار قصاصش کنن میمیره، فایده این 3 بار قصاص چیه؟ خب ببینید دوستان، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی تو بحث تعدد جرایم وقتی که چند جرم با همدیگه ترکیب میشن یا یه نفر چندین جرم انجام میده مجازات اشد قابل اجراست. قصاص بالاترین مجازاتیه که تو ایران داریم. اما وقتی حکم به 3 بار قصاص داده میشه اینجا کار مرتکب جرم برای رضایت گرفتن خیلی سخت میشه. حتی اگه یکیشون رضایت بده اون دوتای دیگه قصاص بخوان متهم قصاص میشه که حالا تو این پرونده همه اولیای دم هر 3 نفر متفق القول قصاص میخواست. حالا اگه مهدی پرونده ما تو کشورهای دیگه این جرم رو انجام میداد، 3 نفر رو تو کشورهای دیگه میکش چی میشد؟ من مطمئنم اگه بشنوید توی عربستان چطور با مهدی برخورد میکردن قطعا شگفت زده میشید. توی فرانسه از سال 1981 به اینور دیگه اعدام وجود نداره. اگر مهدی این جرم رو توی فرانسه انجام میداد احتمال بالا حبس ابد با آزادی مشروط میگرفت. از طرفی توی فرانسه جرایم علیه کودکان مجازات رو تشدید میکنه، در نتیجه قاضی میتونه حبس ابد بهش بده بدون آزادی مشروط. هند یکی از سختگیرترین کشورها توی این جرایم. قاضی‌های هندی معمولا یا اعدام میدن یا حبس ابد تا پایان زندگی، یعنی شما میری زندان تا زمانی که بمیری تو زندانی، حالا این بشه 20 سال 50 سال 100 سال، شما تا زمانی که زندگی باید توی زندان بمونی. با توجه به اینکه قاتل پرونده ما همزمان 3 نفر رو کشته احتمالاً قاضی‌های هندی هم همون اول اعدام اجرا کنه. اما توی عربستان این داستان یه مقدار متفاوت تره. قاضی‌های عربستانی گردن زدن رو به عنوان مجازات قتل مشخص میکنن. حالا اگر این جرم مشدد باشه مثل مهدی که 3 نفر رو کشته، گردن زدن رو تو ملأ عام اجرا میکنن. بازم مثل همیشه از شما میپرسم اگر شما جای قاضی بودین و با توجه به اینکه کاملا بیتا و سحر و ابراهیم و مهدی و دانیال رو میشناسین چه حکمی به مهدی میدادید؟ توی کامنت ها با هم بیشتر دربارش بحث میکنیم. پرونده دلخراش بیتا کوچولو اینجا به اتمام رسید. توی پرونده بعدی قراره با هم دیگه بریم اسلام شهر، جایی که یکی از فجیع ترین قتلای ناموسی ایران اتفاق افتاده. حتما به گوش شما هم خورده. تو ویدیوی بعدی پرونده جنجالی مبینا زاره و با هم بررسی و تحلیل حقوقی می‌کنیم. مجدد تو ویدیوی بعدی خدمتتون میرسم. تا ویدیوی بعدی در پناه هم.